70 تا آبادی همه کشاورزن، همه بدبختن، همه به خاک سیانه شدن. چرا ما را گرفتاریم؟ ما که چیزی نمیخوام از کسی. ما یه حقابه داریم بهمون برگردونن زندگی ما تعیین شد بریم. دروغ نگون به این مردم. رودخونه را نخوش کن و گناهش بندازین گردن خدا. 100 تن گندم تحویل دولت دادن، 50 تا حالا خودم شدم واجب الزکات. ما واجب الحج بودیم از کشت و کار، حالا واجب الزکات شدیم. اینم برگه های وجوهات هامون است. چرا یک کشاورز بیاد بره کلیشه بره دختر شوهر بده؟ دخترامون تو خونه موندن، پسرامون تو خونه موندن. که چند سال پیش تو ازدواج جوانمون مونده بودیم، تو خونه ساختن جوانمون مونده بودیم، تو جهیزه جوانمون مونده بودیم، امسال تو معیشتمون موندیم. آقای وزیر همش دروغ نگو با ما. هی دروغ به ما گفتن، همه‌شون دارن به ما دروغ میگن. ما حق آبونو فقط میخوام، ما حق آبونو میخوام. ما خیلی آبی که شوربه است که خو افتخار میکنیم که ما داشتیم که اینا ببرن بخورن. کسی که نمیتونه عدالت به خرج بده تا تقسیم کنه نباید سری کار باشه. میگه ما وکالتی داشت که آب ما رو فرو. ما حق آب پدرونی ما جد آبادی ما داشتن در اینجا. این آب مهریه ایناست، تو قباله عروساشونه. چرا حق آب ما رو قطع کردن؟ کجا قرآن نوشته است که حق و ناس حلال؟ 3000 هکتار درخت که از 50 ساله داشتم تا 2 ساله در جا خوش. آقای وزیر حالا پشت میز نشسته. یک دوری هم هست که ما اون دنیا به هم برسیم میگیم این ظلم که بس کردن پاک شد. آب ما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، شامون هم آب نداره، باید گشنگی بخوریم. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ مسلمان اگه نیستن اقل ما گفت آزاد مرد باشن. آب بگوید آزاد مرد باش، آزاد مرد باش.